مرواری، نوشته صادق هدایت، فایل دوم. آقایبوف.wordpress.com. اگرچه لزومی نداره، اما بازم برگردیم به اندرون شاهبابای خودمون. چنان که قبلا اشاره شد، این همه هوو و زنقدی و صیغه اندرون که سایه همدیگر رو با تیر میزدن برای اینکه پیازشون کونه بکنه و عزیز دردونه و سوگلی شاهبابا بشن، با وجودی که وسایل مشروع و نامشروع گوناگون از قبیل جام چلکلید و جادوگر فالگیر و دعانویس و جنگیر و دربان و هیزم شکن و لحافدوز و علی چینی بنزن و آب حوضکش و برف پاک کن و غیره در اختیارشون بود، از همه اینها که سر میخوردن، اون وقت میرفتن و دست به دامان توپ مرواری میشدن. لذا اگه توپ مرواری نبود، خیلی از این موجودات آبزیرکا که امروز میبینیم شق و رق عرض اندام میکنند و یا تو ادارات محترم فتق امور رو رتق مینمایند وجود نداشتن. پس ببینید بی خود نبود که گفتیم شاهبابا با ملت خودش ندار بود. یعنی اگه توپ مرواری رو در اندرونش احتکار میکرد، اون وقت چوب تو سر سگ میزدی حضرت والا عذاب در میومد. اما شاهبابا اگرچه اسمش مستبد در رفته بود، با وجود این احساسات آزادی خواهی و دموکراتیش میچربید. به همین علت بود که توپ مرواری رو بیریا در اختیار ملتش گذاشت و بعد از اونم که قتل عام شد. تا 40 سال پیش هیچ کدوم از تخم و ترکش که تکیه بر اریکه سلطنت زدن کاری به کار این توپ نداشتن و اون بزرگوار هم مشغول بخت گشایی و آبستن کردن خال شلخته ها بود. یک مرتبه دری به تخته خورد. یه شب مردم از همه جا بیخبر خوابیدند و 7 پادشاه رو در خواب دیدند. صبح که پا شدند، خدا یه پادشاه قدر قدرت برمامگوزید تمام عیار که با نیزه 10 ضرعی نمیشد سنده زیر دماغش گرفت بهشون عطا کرد که کسی نمیتونست فضولی بکنه و بهش بگه بالای چشت ابروز. فوراً جمعی تازه به دورون رسیده و نوکیسه و رند و اوباش دورشو گرفتن و به او خرفهم کردن که سلطان سایه خداست. و این مردی که برما مگوزیدم مثل پلنگ که چشم نداره ماه رو روی آسمان بالا سر خودش ببینه، به زبان الهام بیانش گذرانید که عرصه ربع مسکون آنقدر وسیع نیست که بر روی 2 پادشاه بگنجد. بیت: جهان را پسند است یک شهریار، زنی را 2 شوهر نیاید به کار. حالا ما کار نداریم که این عقیده تمام زنان نیست و گویندش حتما مرد حقه بازی بود است و لکن همین که اعلی حضرت قدر قدرت ما افکار درونیش رو به ارباب اظهار کرد. مشار الیه نه گذاشت و نه برداشت، واسه زنگ رفت تو دلش و گفت: مرتیکه احمق، فضولی موقوف، تو قاچ زین و نگه دار، اسب دونی پیشکشه. اعلی حضرت هم فوراً تو لب رفت، فرمود که مثلیست معروف که برعکس نهند نام زنگی کافور. اما دید مسجد جای ریدن نیست. باری یه تعظیم بلند بالا جلو اربابش کرد و بهش سر سپرد و قول داد از این به بعد بدون اجازه او آب از گلویش پایین نرود. به هر حال این پادشاه ظاهرا میخواست ادای فرنگی مآبا رو در بیاره، اگرچه روش نمی افتاد. او هم مثل همه شاههای دنیا برای خودش مشروط طلب و آزادیخواه و تنپرور عیاش و برای ملتش مستبد بود. کارش این بود که چشم زهره بگیره، مردم رو بچاپه و به قناره بکشه و برای خودش هی ساختمون بکنه. اما چون لغت شاهور افتاده بود، خجالت کشید که اسم مستبد بر روی خودش بذاره. ماده را غلیظ‌تر کرد و گفت: من دیکتاتور مستفرنگ و میهم پرست و مصلح اجتماعی و یگان منجی غمخوار ماقبل تاریخی هم میهنان عزیزم هستم. هر کس هم شک بیاورد پدرش را میسوزانم.
و برای اولین نمایشی که اربابش توی برنامه پیش بینی کرده بود لباس غضب پوشید و حکمی صادر کرد که لانه شغال توپ مرواری رو از توی میدون ارگ بکنن و سردر نقارخانه رو با خاک یکسان کنن. از شما چه پنهون، چه فرمان یزدان چه فرمان شاه شد، فوراً یخه توپ مرواری را گرفتند و با اردنگی بردند به میدون مشت و به استبل سوار تبعیدش کردند. نتیجهش این شد که همه زنهای یائسه و چروکیده و بیوه های بیزال و زاتول و دخترای تازه شاشکف کرده دم بخت با او مثل کارد و پنیر شدن و چون هنوز یک مفتش تریاکی شهربانی شب و روز پای صندوقای پست کشیک میداد، عقلشان را سرهم کردن و یک نامه بلند بالای بی امضا به خاک پای همایونی نوشتن که مرد حسابی، مگر عقلت پاره سنگ بر می دارد و یا خدای نکرده آنقدر بی سوادی که نمیدانی اینجا تهران است و گرز رستم گروه نان. رستم به آنچنانی برای یک چارک نان سنگک گرزش را توی چارسو بزرگ گرو گذاشت. آیا هیچ میدانید چرا به تهرون قجرافشارها تهران میگویند؟ در احادیث آمده که چون شراب این ناحیه به دهن ابن سعد گوربگوری خیلی مزه کرد، اینجا رو تهوران نامید که از شرابن تهورن میآید و در اثر کثرت استعمال تهران شد. به روایتی حضرت صدیقه طاهره به علت افراط در طهارت از این شهر بوده است. یکی از نوابغ اخیر که جنون پیغمبری چیگری به سرش زده بوده و پیوسته مردم را پیام پیش نمود به ترک بدآموزی ها دلالت میکرد تا به این وسیله با او هم پیمان شوند و به زیر پرچم آیینش گردایند. معتقد بود که معنی تهران گرمستان است. فرنگی مابها معتقدند که ته اورینت است، زیرا جهانگردان اروپایی این شهر را انتهای مشرق زمین و یا ته ایران پنداشتند، به علت اینکه اران و ایران از لغت ایر مجوسی می آید و بعد به شکل ایر یعنی ایرلند کنونی ضبط شده است، زیرا ایرلندی ها از ایران به میهن خودشان مهاجرت کردند و خواستند این اسم بی‌مسمی رویشان بماند. همچنان که ژرمن های کرمانی الاصل از کرمان به بلاد جرمانی سفر کردند. ولکن علمای پیشین در این روایت اختلاف کردند و در حدیث معتبر از کعب الاخبار آمده است که تهران در اصل ته اوران یعنی شهر کونلختان بوده است، زیرا اهالی آن دائم الطهاره بودند و از استعمال تنبان سخت پرهیز داشتند. به روایت دیگر در اصل ته ران بوده است، مشتق از ته به معنی زیر و ران به معنی راننده، یعنی به تحقیق کسانی که به ته میرانند یعنی کونخیزه میکشند. و بعد هم این اسم که ابتدا بر اهالی اطلاق می شده است روی این ناحیه ماند. توضیحان که در موقع هجوم اعراب اهالی شهر ری از ترسشون، البته به عنوان اعتراض، کونخیزه کنان به دامنه کوه البرز که محل تهران کنونی می باشد پناهنده شدند و دیگر به شهر ری برنگشتند. مغول ها که تشریف فرما شدند از این ماجرا سخت دلچرکین گردیدند و هرچه با دستمال ابریشمی خایه اهالی را دستمالی کردند که به شهرشان برگردند سودی نبخشید. آنها هم به رگ غیرتشون برخورد و فرمان کن فیکون شهر ری رو صادر کردند. حالا این شهر تازه به دورون رسیده که 5-6 تا چیز تماشایی داشت، تو بساط از همه مهمترش را که توپ مرواری بود و ما زنهای لچک به سر دلمان را به آن خوش کرده بودیم رو ورچیدی؟ انشالله که ذریاتت از بیخ ور بیفتد. مگر غافلی که خدای جای حق نشسته؟ آخر پایش را میخوری، خاک تو سرت. مگر تو از کدام سر طویله در رفتی که نمیدانی تا حالا همه خاک پرستایی که به قصد سیر و گشت به تهران می آمدن
از جیمز موریه گرفته تا لورد کورزن و دکتر تولزان و دکتر فوریه همگی همداستانند که تنها خمسه معلقه دیدنی پایتخت توپ مرواری و دروازه دولت و سردر الماسیه و قصر قجر است که زیرش گنج چال کردند. حالا ما به درک آبروی پایتخت 100 کرور سالت را نریز، خجالت بکش. خب هرچی باشه اینا مثل شاهنشاه عظیم الشأنشون کورباطن و بیسواد بودن و منشآت قائم مقام رو نخونده بودند و آداب و رسوم سرشون نمیشد. در اثر این گستاخی احساسات رقیقی ذات اقدس شهریاری جریحه دار شد. بعد هم هرچه شمرد دید چیزای دیدنی تهران عوض خمسه معلقه ربعه معلقه است. اگرچه کت پلو بخورنی بود، اما چون لغت کافی در زبان مازندرانی یافت نمیشد، این بود که به زبان کله ماهیخور گیلکی فکر کرد. حسو از زنکان چلپدر عراقی سیرابی خور خشتک پلشت سینه بریده حقشن دست بدن تا امی ذات مقدس ملوکانه امره ایجور شوخی بازین را دنگنید. اشان خیال که پیش ذات مقدس ایما آدمانی ایسابید امارت ممارتانی هم چکوده بید. پاورقی حالا حق این زنیکه های 40 پدر عراقی سیرابی خور خشتک پلشت پارودم سابیده را دستشون میدم تا با ذات اقدس ملوکانه ما از این شوخی بازی ها نکنن. اینا به خیالشان میرسد که پیش از ذات اقدس ما کسانی هم بوده و ساختمان هایی هم کردن. دیگ غضبش پلق و پلق به جوش اومد و برای قدرت نمایی مقرر فرمود این بناها را بکوبند و با خاک یکسان بکنند و ضمناً گنجی که زیر قصر قجر و سردر الماسی چال بود تحویل ذات اقدس ملوکانه بدهند، به اضافه هرچه کاشی به نام و نشان شاهان پیش و هر جا اسم دکتر تولزان و فوریه و لورد کورزن و جیمز موریه بود دادن، کندن و لیسیدن تا همه بدونند و آگاه باشند که روز از نو روزی از نو است و بعد از حضرت آدم و قبل از جدا شدن زمین از خورشید وارث تخت و تاج کیان این قائد عظیم الشأن بوده و خواهد بود و تا ابدالآباد هم ریگ رحمت را به سر مبارکش نخواهد کشید. اما چون هیچ وسیله‌ای برای از بین بردن توپ مرواری نداشت، برای اینکه دل خالش لخته ها رو بسوزونه اون رو برد در حیات باشگاه امیر لشکرهای زاپاس، داد براش قنداقه سمنتی ریختند و آن میان در قیدش گذاشت و دستور داد هیچ زن امول و خالش لخته رو نزدیکش را ندن و به این وسیله آن را فقط برای حرمسرای محترم خودش مونوپول کرد و تا امروز روز به همین حال باقی است. حالا بیایم سر تاریخچه توپ مرواری. در این باب روایات گوناگون وجود داره. مرحوم حکیم ابوالهیولای از خود راضی در کنز المتحیرین و علامه در ابوالقلنج جالوس ابن سالوس در محمل التواریخ آوردن که توپ مرواری را شاه عباس کبیر از پرتغالی ها گرفته. صاحب اجعل التواریخ معتقد است که نادرشاه آن را از هندوستان قاچاق کرده و میرزا یغنعلی چلنگر نژاد ادعا میکنه که این توپ رو پدر بزرگش زمان خاقان مغفور در تهران ریخته است. اما از شما چه پنهان که به هیچ کدام از این روایات نمیتوان اعتماد کرد. ما پس از نوش جان کردن مقدار هنگفتی دود چراغ اکنون چکیده محفوظات و اساره معلومات و خلاصه مجهولات خودمان رو روی دایره میریزیم تا موجب عبرت خاص و عام شود و هم خوانندگان عزیز آویزه گوش هوش سازند.
اینکه برخی علما از جمله استاد بزرگوار مگرویچ بواسیریان اندلسی علیه الرحمت تردید کرده و فرموده است که توپ مرواری مال پرتغالی ها بوده چندان راه دوری نرفته، اما به این سادگی هم که شما فکر میکنید نیست. کم و بیش در حدود 1500 میلادی پادشاه اندلس مردی بود ملقب به دوسمردالینوس که بسیار مستفرنگ و متجدد و حسابی مستبد، اما دیکتاتور نبود، ولکن نسبت به اعراب صدر اسلام و حتی نسبت به عرب عاربه و مستعربه کینه شطوری می‌ورزید. لابد خودتون بهتر میدونید که در آن زمان مملکت اندلس زیر مهمیز بربرها و اعراب مغربی بود که با خلوص نیت و صدق عقیدت از کفار عیسوی سا و باج و خراج و جزیه بسیار می گرفتند و می خواستند به این وسیله ثقل آن ملحدان از خدا بیخبر را صاف کنند تا نورافکن ایمان از وجناتشان درخشیدن بگیرد و کفرستان دلشان به پاکستان مبدل شود. اما چطور شد که پادشاه پیدا کردن؟ راستش این است که این رو دیگر خودمان هم نمیدانیم. باری این حیوان ناطق که شقی و زندیق و درونش تاریکتر از حجر الاسود بود، از قضا یک روز دیگ خشم همایونش به جوش آمد و به خیالش رسید که اعراب دوره جاهلیت و اعراب بادیه نشین را از سرزمین نیاکانش بتازونه. اگرچه این پادشاه مثل سایر سلاطین بی سواد و پرمدعا بود و اصلا لاتینی که زبان نامادریش بود نمیدانست، اما برای اظهار فضل در آخر هر نطقش این کلمه قصیره کاتن سردار رومی رو تکرار میکرد: کارتاگو دلنا. اما عرب ها کجا و کارتاژی ها کجا؟ این دیگر به عقل ناقصش نمیرسید. ظاهرا انگیزه دوسمردالینوس احساسات تند و تیز میهم پرستانش بود، ولکن ما پس از مطالعات بسیار به این نتیجه رسیدیم که علت العلل این هرزه دهانی این بوده است که در اثر قانون ختنه اجباری زیادتر از حد معمول از پوست آلت رجولیت او بریده بودند و از این جهت مبتلا به عقده کم‌مایگی و جنون عظمت، یا خودمونی تر بگیم مبتلا به ناخوشی گندگوزی شده بود. بعضی میگویند که این شخص سگباز بود و به خونخواهی سگش فندق علم طغیان و رعایت عصیان بر ضد اعراب برافراشته بود. توضیح این که یکی از سران سپاه اعراب معروف به ابن قطیفه که متخصص برانداختن آسیاها با خون کفار بود، مهمان خلیفه در قرطبه می شود و فندق سگ سوگلی دوسمردالینوس مچ پای او را گاز می گیرد و در نتیجه جا در جا مشمول قانون اعدام با شکنجه می گردد. به روایتی دیگر چون این شخص ذوق میگساری و نقاشی و موسیقی و تماشای پیس کارمن و باربی دو سبیل و مجسمه سازی و استنجای با کاغذ داشت و اسلام دست و پایش را توی پوست گردو گذاشته بود و برعکس از تعدد زوجات و صیغه و روزخوانی و مرثیه و مداحی و تعزیه و نوحه خوانی و تکدی و تسلیم و رضا و روزه و زوزه و مرد پرستی و تقیه و محلل و غسل میت و آب روان و استحباب تحت الحنک شکار بود، با خودش گفت راستش این عرب‌های سوسمارخور بددک و پوز و بوگندو دیگر شورش رو در آوردن. تا حالا هر غلطی میکردن دندان روی جیگر میذاشتم. من حاضر نبودم تمام دستگاه بخور و به چاپ خلافت رو با یک موی زهار فندق تاخت بزنم، اما حالا که سگ نازنینم را به جرم اینکه پر و پاچه این مرتیکه جلاد رو گرفته کشتن، پدری از ایشان در بیاورم که توی داستانها بنویسن. از این به بعد اندلس مال اندلسیاست. مگر پیغمبرشان رسول اکرم قبل از تحریف قرآن به دست عثمان رضی الله عنه به موجب آیه شریفه نفرموده و ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه؟
پس پیغمبر ما باید کتابش به زبان اندلسی باشد، میان خودمان بماند. مگر برای ما چه آوردند؟ مذهب آنها سیکیم خیاری است، معجون دل به همزنی از آرا و عقاید متضادی است که از مذاهب و ادیان و خرافات سلف هلهلکی و هضم نکرده استراق و بی‌تناسب به هم درآمیخته شده است و دشمن ذوقیات حقیقی آدمی و احکام آن مخالف با هر گونه ترقی و تعالی اقوام و ملل است و به ضرب شمشیر به مردم زورچپان کردند. یعنی شمشیر بران و کاسه گدایی است، یا خراج و جزیه به بیت المال مسلمین بپردازید یا سرتان را میبرم. هرچه پول و جواهر داشتیم چاپیدند، آثار هنری ما را از میان بردند و هنوز هم دست بردار نیستند. هر جا رفتن همین کار را کردند. ما که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم. چندین ملکه از جمله ایزابل دخت در اندلس پادشاهی کردند. ما برای خودمان تمدن و ثروت و آزادی و آبادی داشتیم و فقر و فخر نمیدونستیم. همه اینها رو از ما گرفتن و به جاش فقر و پریشانی و مرد پرستی و گریه و گدایی و تأسف و اطاعت از خدای غدار و قهار و آداب کنشویی و خلع رفتن برای من آوردن. همه چیزشان آمیخته با کثافت و پستی و سودپرستی و بیزوقی و مرگ و بدبختی است. چرا ریختشان غمناک و موزی است و شعرشان مرثیه و آوازشان چسناله است؟ چون که با ندبه و زوزه و پرستش اموات همش سر و کار دارند. برای عرب سوسمارخوری که چندین صد سال پیش به طمع خلافت ترکیده، زنده ها باید تمام عمرشون به سرشون لجن بمالند و گریه و زاری بکنند. در کلیسای ما بوی عطر و عبیر پراکنده است و نغمه ساز و آواز به گوش میرسد. در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی گند خلاست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا با اصول این مذهب خوب بگیرند. بعد حوض کثیفی که دست و پای چرکین خودشان را در آن میشویند و به آهنگ نعره مؤذن روی زیلوی خاکالود دل و راست میشن و برای خدای خونخوارشون مثل جادوگران ورد و افسون میخونن. جشن نوئل ما با گل و گیاه و عطر و شادی و موزیک برگزار می شود. عید قربان مسلمان‌ها با کشتار گوسفندا و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران انجام میشه. دوره مردانگی و گذشت و هنرنمایی و دلاوری با رستم و هرکول سپری شد. در اسلام باید از روی پهلوانانی مانند زین العابدین بیمار و امام حسین که تکیه بر نیزه غریبی می کند گرده برداشت. خدای ما مهربان و بخشایشگر است. خدای جهودیانها قهار، جبار و کینتوز است و همش دستور کشتن و چاپیدن مردمان رو میده و پیش از روز رستاخیز حضرت صاحب رو میفرسته تا حسابی دخل امتش رو در بیارن و اونقدر از اونها قتل عام بکنه که تا زانوی اسبش در خون موج بزنه. تازه مسلمان مؤمن دو آتیشه کسی است که به امید لذت‌های موهوم شهوانی و شکمپرستی اون دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر رو به سر ببره و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش رو فراهم بیاورد. همش زیر سلطه اموات زندگی میکنند و مردمان زنده امروز از قوانین شوم 1000 سال پیش تبعیت میکنند، کاری که پست‌ترین جانور نمیکنند. عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی و هنری بپردازند، کارشون اینه که از صبح تا شام راجع به شک میان 2 و 3 و استحاضه قلیله و کثیره و متوسطه بحث کنند. این مذهب برای یک وجب پایین‌تنه از جلو و عقب ساخته و پرداخته شده. انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرده و نه سر قدم میرفته. خدا آخرین فرستاده برگزیده خود را مأمور اصلاح این امور کرد. تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده. اگر پایین تنه را از اون بگیرن، اسلام روی هم میغلطد و دیگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای دین مجبورن از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سر و کله بزنن و سجع و قافیه های بی‌معنی و پرطمطراق برای اخفال مردم بسازن و یا تحویل هم بدهن. سر تا سر ممالکی که فتح کردن مردمش رو به خاک سیاه نشوندن
و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جاسوسی و دورویی و تقیه و دزدی و چاپلوسی و کونه آخوندلیسی مبتلا کردند و سرزمینش رو به شکل صحرای براهوت درآوردند. درست است که عرب پست‌تر از این بود که از این فضولی ها بکند و این فتنه را جاسوسان یهودی را انداختند و با دست خودشون درست کردند برای اینکه تمدن ایران و روم رو بندازند و به مقصودشون هم رسیدند. اما مثل عصای موسی که مبدل به اژدها شد و خود موسی ازش ترسید، این اژدهای 70 سر هم داره دنیا رو میبله. دیگر بس است، اندلس مال اندلسیاست. همین روزی 5 بار دلا و راست شدن جلوی قادر متعال که باید به زبان عربی با او وراجی کرد، کافی است که آدم رو تو سریخور و ذلیل و پست و بی همه چیز بار بیاورد. بدیهی است که این مذهب دشمن بشریت است، فقط برای غارتگران و استعمارچیان آینده جان میدهد. پس فساد رو باید از ریشه برانداخت. دلندا کارتاگو. ما بی اندازه متاسفیم که در اینجا از لحاظ بی‌طرفی مورخ که لازم است تمام جریان امور را به رشته تحریر آورد، ناچار افکار درونی این زندیق بندیق را که پر است از اشتباهات تاریخی و فقهی و اخلاقی و اجتماعی و تاریخ طبیعی شرح داریم. زیرا به موجب شرع مبین کسی که چنین تصورات سخیفی در مخیلش بفروراند و یا چنین اساءه ادبی را به ارکان شریعت غرا جایز بشمارد، بیشک واجب القتل است و تمام عقاب و اخلاقش به آتش جهنم خواهد سوخت. هرچند برای این ترهات جواب دندان شکنی تهیه کرده ایم، ولکن چون از موضوع ما خارج بود و به درازا می انجامید، امیدواریم در جای مناسب به درج آن اقدام کنیم انشاءالله تعالی. بعد دوست مردالینوس از سر رفت تورات را برداشت، حضرت موسی را به جان شاخ نباتش حضرت یوسف قسم داد و تورات را باز کرد. دید خداوند بخشایشگر مهربان در سفر تثنیه نوشته: آتشی در غضب من افروخته شده و تا حاویه پایین ترین شعله‌ور شده است و زمین را با حاصلش می سوزاند و اساس کوه ها را آتش خواهد زد. برایشان بلایا را جمع خواهیم کرد و تیرهای خود را تماماً برایشان صرف خواهیم نمود. از گرسنگی کاهیده و از وبای تلخ تلف می شوند و دندانهای وحوش را به ایشان خواهم فرستاد. با زهر خزندگان زمین شمشیر از بیرون و دهشت از اندرون ایشان را بی اولاد خواهد ساخت. هم جوان و هم دوشیزه را، شیرخواره را با ریش سفید هلاک خواهد کرد.